تحریم شدن. ما همیشه بودیم. یه ادبیات تو اصولگراها و دوستان شما زیاد بود که تحریم نعمته، تحریم ما رو خودکفا میکنه، تحریم ما رو خوبتر میکنه. ما هرچی گفتیم آقا کمر مردم داره میشکنه، گفتن نه تحریم نعمت. خب خوشحالیم که شما دیگه مخالف تحریم. این گام اول. همه مخالفن. نبودید. همیشه بودیم. الان که کمر مردم شکسته یادتون افتاده. نکته دوم، چرا تحریم ها مؤثر شد؟ مؤثره دیگه، درسته؟ یه درصدی. چه درصدی؟ مثلا 10-15%. یعنی کمر مردم نشکسته؟ نه به خاطر اون نیست. خب البته اونا میخواستن کمر مردم دولت آقای بشکنن. رئیسی خیلی خراب کرده. چرا؟ اگه دلیل این 157% تورم تحریم نیست، پس دولت آقای رئیسی خیلی مدیریتش بد بوده. درسته؟ نه. درسته دیگه؟ نه دیگه. ببینید من دارم عرض میکنم تحریم ها عامل تورم 157% دلار